سلام اشقا. امروز اومدیم کیک خرمالو بپزیم. 4 تا تخم مرغ رو دونه دونه میشکنیم داخل ظرف. بعد با یه همزن، حالا برقی یا دستی فرقی نمیکنه، 4 تا تخم مرغ رو خوب با هم حلش میکنیم که مخلوط بشه و کریمی رنگ بشه. وانیل به اندازه 1 قاشق چای خوری داخل تخم مرغ می‌ریزیم که بوی زخم تخم مرغ رو بگیره. وانیل اگه زیاد بشه تلخ میشه طعم مواد. حالا یه لیوان شیر داخل موادمون میریزیم و باز خوب همش می‌کنیم. شکر به اندازه یه لیوان داخل موادمون میریزیم و انقدر هم میزنیم که شکر کاملا داخل موادمون حل بشه. حالا نوبت پوره خرمالوه که اندازه 3 تا خرمالو رو پوستش رو جدا میکنیم و به صورت پوره در میاریم. پوره به اندازه یه لیوان باید باشه. باز مواد رو خوب هم میکنیم، هم میزنیم تا یه دست بشه. حالا نصف لیوان روغن به مواد اضافه میکنیم و باز مواد رو خوب با هم مخلوط. حالا نوبت آردمونه که باید 1 قاشق بکینگ پودر به آرد اضافه کنیم و خوب همش بزنیم و به اندازه 2 لیوان آرد مخلوط بکنیم و این مواد مخلوط آرد رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم و همش میزنیم. حتما حواستون باشه که آرد رو کم کم به مواد اضافه کنیم و هم بزنیم تا موادمون گوله گوله نشه. دلخواه میشه داخل این مواد از گردوی خرد شده یا کشمش استفاده کرد که من استفاده نکردم و به صورت ساده پختمش. آردو که کاملا مخلوط کردیم باید یه مواد یه دست مثل یک ماست شل به دست بیاریم. حالا میاییم از یک کاغذ به عنوان کاغذ روغنی ته قابلممون استفاده میکنیم. اگه کاغذ روغنی نداشتین میتونین یک کاغذ ساده رو برش بزنین اندازه قابلمه و مقداری روغن بهش اضافه کنین و اونو تبدیل به کاغذ روغنیش کنین تا موادمون به ته قابلمه نچسبه و از قابلمه راحت جدا بشه. قابلمه رو روی شعله پخش کن میذاریم و زیرش رو خیلی کم میکنیم.
مواد و آروم به قابلمه اضافه میکنیم. و وقتی مواد صاف و یه دست شد داخل قابلمه، در قابلمه رو با یه پارچه‌ای میپوشونیم تا بخار از قابلمه بیرون نیاد. اینم کیک خرمالوی خوشمزه ما.